سلام، من امریدین و من میخواستم ویدیو رو که ترتیب دهم که آیده استفاده برای زبان C++ در داشت باشد و باشد که برای آموختن این زبان برای شما کمک شده باشد. از این خاطر پیش از آن که ما با این زبان کار کرده نمیشویم یا که آموخته نمیشویم، به ما لازم میاد کامپیلاتور آن را در کامپیوتر خود نصب کنیم. خب برای خاطر نصب نمودن کامپیلاتور ما باید با نشانه w microsoft.com/express گذاریم. خب بعد از آن که ما با این نشانه میگذاریم، در صفحه 90 انتخاب میکنیم get free Visual Studio Express products را. خب بعد از آن که به صفحه 90 وارد میگردیم، در آنجا انتخاب میکنیم Visual C++ 2010 Express را. در نتیجه ما به صفحه نهایی وارد میگردیم و در اینجا انتخاب میکنیم زبانی که این برنامه در کامپیوتر ما ثبت میشود. بعد انتخاب میکنیم زبان روسی، بعدا میگیم اینستال. خب خود براوزر با ما پیشنهاد میکند یعنی که فایل با نام vcweb.exe این فایل وب استانوشک میگویند. خب اندازش خیلی کم است، برای همون تیز به کامپیوتر گویا که گرفته میشود و آن را ما میکشیم. وقتی که ما میکشیم از ما میپرسد یعنی که این فایلی که شما کشیده استاده برنامه است و بینید در آنجا که مثلا دانلود شده است و میخواهد خب یگان عمل را اجرا کند. خب ما این را با کار میداریم یعنی که زبوس. خب بعدا چه خیلی که دیده استادید علاکای رفتی نصب نرم افزار گویم در کامپیوتر ما رفته استاده است و بعد از چند دقیقه در کامپیوتر ما نصب کرده می شود مایکروسافت ویژوال C++ 2010 اکسپرس وب. خب در این آینه اولی که این زبان از ما میپرسد، خب بیاید در اینجا گالوچکا میستد یعنی که آیده استانوفکی که ما کرده ایستادیم برای مایکروسافت خبر میدهد، هیچ گپ نه. خب در آینه نوبتی چه خیلی که دیده ایستاده اسلوب لیسنسی. خب عادتا این اسلوب این لیسنس را هیچ کس نمیخواند. خب برای همون ما انتخاب میکنیم گویا که ما خواندیم و این را قبول داریم، بعدا داله. خب در اینجا پیشنهاد میکند یعنی که فایل های زیرین در خودی گویا که از سرور مایکروسافت گرفته میشن و در کامپیوتر شما نصب کرده میشن. خب شاید در کامپیوترهای شما اینچنین MySQL گمان میکنم 2 یا 3 فایل دیگر باید باشد. خب این وابسته به آن که آن فایل ها اگر در کامپیوترهای شما ثبت شده باشند، پس یک خود ویژوال C++ 2010 را میگیرد خلاص. اگر آن فایل هایی که برای کار این برنامه ضرور هستند در کامپیوتر شما نباشند، آنها را نیز میگیرد. خب شما هیچ کار نمیکنید، فقط تخمچه استانویت را پخش میکنید. خب چه خیلی که دیدید استاده یکم این زاگروس که یعنی که از آن سرور میگیرد به کامپیوتر ما. خب بعد از آن که گرفته شد میگذارد به استانوفکه این نرم افزار. خب عموما ما کلمه کامپیلاتور را استفاده بردیم. خود این چی کلمات؟ خب برای آن که ما این زبان را استفاده بریم، برای ما محیط لازم است. یعنی که این کامپیلاتور این یک برنامه مخصوص هم گویم خطا نمیکنیم، برنامه مخصوصی باشد که وقتی که ما یگان کد می نویسیم، این کامپیلاتور این کد نوشته ما رو با زبان ماشین کد میگن تبدیل میدهد و با کامپیوتر میفهماند که مثلا استفاده برنده از تو چی میخواهد و تو باید کدام کارها رو اجرا کنی. خب عموما برای C++ کامپیلاتورها بسیار هستند، اما از همه گویا که مشهور ترین هایشان این 3 تا میباشند. یکمی که ویژوال مایکروسافت ویژوال C++، آنی که ما الان استانوفکه کرده ایستادیم. دومش این که بورلند C++،
بعد سیمش این که یا با خب گمان میکنم بارلان سی پلوس پلوس باشد. سیمش این که جی پی پی، این هم یک کامپیلاتوره که مثلا شما میتوانید آن رو در کامپیوتر خود نصب نمایید و این زبان رو استفاده برید. خب عادتا کامپیلاتورها با بعضی خصوصیت هاشان از یکدیگر از همدیگر فرق میکنن، اما عموما آن فونکسی هایی که مثلا زبان سی پلوس پلوس اجرا میکنه در همه کامپیلاتورها یعنی که اجرا کرده میشوند و گمان میکنم که ویژوال سی پلوس پلوس این خوب بهترین است اگر ما آموزش این زبان رو با این کامپیلاتور آغاز کنیم. البته آموزش هر یک زبان مشکلی دارد، اما برای چخیلی که میگن گنج بیرنج نیست و رنج بیگنج. خب البته برای ما باید محنت کنیم و ما باید چخیلی که میگن امید رو از دست ندهیم. خب شاید برای بعضی شخصان فهمیدن این یا آن عمل یا اینکه اپراتور یا اینکه فونکسیا کمی دشوار باشد، اما برای این وقت لازم است و خیلی که میگن در عمل اجرا نمودن این یا آن کار. خوب مقصد اساسی آموزش زبان باشد، پس ما باید کوشش به خرج دهیم که همه وقت در آموزش این زبان باشیم یا که دیگر زبان. خب و ما میتوانیم عموما وقت معین جدا کنیم و یک چند زبان ها را در یک گویا که مهلت در یک وقت معین شده آموزیم. خب برای این زبان را آموختن گمان میکنم نه آنقدر انسان دشواری میکشد، برای همین خوب میشد که با یک اراده قوی به آموزش این زبان آغاز کنید. خب در اینجا چخیلی که دیده استودید установка завершена، یعنی که успешно همش خوب در کامپیوتر ما علاقه ویژوال سی پلوس پلوس 2010 ثبت شد. خب دکمه‌چه وی خود را پخش میکنیم، بعدا این براوزر رو سخت میکنیم. خب بیاید کمتر در اینجا استاده من بعضی چیز رو برای شما میگم. خب سی پلوس پلوس اساسش سرچشمش از زبان سی می باشد. اساسگذار این زبان بیارن استراوستروپ، یعنی که این عالم همین زبان را گویا که در اساس سی تشکیل نمود. با این زبان بعضا بیبلیوتک های نو جاری نمود، بیبلیوتک هایی که مثلا از بعض کمبودی ها یعنی که وجود داشت در آنها و آن کمبودی ها را گویا که اصلاح نمود. بعضا بیبلیوتک ها را گویا که تماما از این زبان گرفت، بعدا فونکسی های نو اضافه کرد. خب عموما این زبان را زبان سی پلوس پلوس نامید. خب زبان سی پلوس پلوس هم ویزوالی است، هم گویا که خیلی که در اینجا ما می‌آموزیم در زبان در محیط داس. خب امید می رود که در آینده اید استفاده برای ویزوالی این زبان نیز ما گفته گذاریم. خب بعد از آن که ما این زبان را استانافکه کردیم گویا که کامپیلاتور رو و در کامپیوتر ما باید در منوی پوسک سه پروگرام پاپکه مایکروسافت ویزوال استودیو 2010 خیلی که دیده استاده مایکروسافت ویزوال سی پلوس پلوس 2010 اکسپرس پیدا می شود. خب ما این رو میکشیم و میبینیم که با کامپیلاتور ویزوال سی
2010 وارد کردید. خب این است کامپیلاتوری که ما نواسته استفاده میبریم برای آموزش زبان ویژوال سی پلاس پلاس و چگونه استفاده بردن و از چی سر کردن رو ما البته در درس های دیگر خواهیم گفت. با همین من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.